یه حرف ترسناکی زدید آقای دکتر که ما 15% آب داریم دیگه و بعد از این دیگه تموم میشه. تموم میشه یعنی چی؟ یعنی چی میشیم ما؟ بشیم نان بیا. نه بود برمش. نه میتونیم جلوشو بگیریم. میتونیم جلوشو بگیریم. ببینید مثل من آدم بدن پرست دلسوز توی مملکت زیاده. ما نمیذاریم. اگر شما ببینید من با اینکه بعضی پام ناجوره شما گفتید که من خواهم این کار بکنم، من به خاطر این ارشادی که این چند کلمه چرت و پرت من میزنه حداقل مردم روشن میکنه قبول کردم. چرا؟ ایرانی هم. مثل من که مثل شما هستن کسی که دلشون برای این مملکت میسوزه و نمیذاریم. ما نمیذاریم این مملکت نام بیا بشه. اینجا کشور 7000 سال دوام آورده. ما چقدر تو این سالهای داشتیم تلاطم داشتیم، ترکان رو داشتیم، توران رو داشتیم، ایران رو داشتیم، تونستیم کدوم نجات بدیم. ما آدمای وطن در اینی که خائن داریم ولی آدم وطن پرست هم زیاد داریم. باور کنید دلشون برای این مملکت میتپه. نمیذاریم. ما نمیذاریم. یعنی من و شما نمیذاریم. همون 15% هم میرسونیم 25%، میرسونیم 40%، میرسیم اون جایی که دوران شکوفایی ما بود.